سلام، من عطیه هستم از شرکت آکا و در این ویدیو قصد دارم که نحوه کارکرد دسترسی گروه‌ها و مدیریت کاربران رو در پورتال تاکسی اینترنتی به شما توضیح بدم. برای دسترسی به لیست کاربران، مدیریت کاربران و دسترسی گروه‌ها میتونید از منو ثبت و زیر منو مدیریت در ابتدا استفاده کنید. منو مدیریت در واقع لیست تمام کاربرانی که دسترسی به پورتال دارن و تمام یوزرها رو نمایش میده. اینکه هر یوزر چه آیدی داره، چه نام کاربری داره، اسم اون نوشته میشه، ایمیلش، کلا اطلاعاتی که مربوط به هر کاربر هست، آی پی اختصاصی اون، نقش و وضعیت هر کاربر. یه نکته مهم و در واقع قابلیت خیلی خوبی که این پورتال داره اینه که شما میتونید برای هر کدوم از یوزرها و کاربرا یه آی پی اختصاصی تعیین کنید. اینطوری هر یوزر و کاربر صرفا میتونه از اون آی پی اختصاصی، از اون آی پی که براش تعریف شده، لوکیشن خاص استفاده کنه و حالا به پورتال متصل شه و از اون استفاده کنه. و همینطور این که هر کدوم از نقش‌های کاربران، نقش‌هایی که اینجا تعریف شده، میزان دسترسی که به پورتال دارن و قسمت‌هایی از پورتال رو که میتونن از اون استفاده کنن رو تعیین میکنه. از این قسمت یک سری فیلترهایی هستش که میتونید هر کدوم از حال کاربری که مد نظرتون هست رو پیدا کنید و انتخاب کنید و از این قسمت میتونید یک کاربر جدید اضافه کنید. حالا اطلاعاتی که میخواد ازتون بگیره رو وارد میکنید و یه کاربر جدید برای شما ساخته میشه. از این قسمت هم میتونید هر کدوم از کاربران رو ادیت کنید و یا اینکه اطلاعات شخصی اون کاربر رو ببینید. به عنوان مثال این حالا نام کاربری محمد اف هست و اسم اون، نام خانوادگی اون و یه سری اطلاعات شخصی کاربر رو اینجا به نمایش گذاشتیم. بزرگترین اهمیتی که این پورتال و کارکرد این پورتال داره در واقع گروه‌های کاربری هستش. گروه‌های کاربری میزان دسترسی هر کدوم از رول‌ها، نقش‌ها رو برای هر کدوم از کاربران تعیین می‌کنن. اینکه هر نقش، هر گروهی که تعریف میشه چه دسترسی به کدومی که از قسمت‌های پورتال داره. این قابلیت این فایده رو برای استارتاپ شما داره که بتونید برای هر کدوم از بخش‌های شرکتتون و برای هر کدوم از کارمندای خودتون یک یوزر، یک کاربر تعریف کنید، اون کاربر رو در اختیار اونها قرار بدید و اونها صرفاً دسترسی به قسمت‌هایی از پورتال رو دارن که شما برای اونها تعریف کردید. از این قسمت میتونید یک رول جدید اضافه کنید. مثلا به عنوان مثال یک بخشی از حالا شرکت شما هستش که صرفاً نقش تایید و یا تعیین و تکلیف راننده هایی که به اپ شما، به استارتاپ شما اضافه میشن رو دارن. یک قسمت دیگه صرفاً مسئول مسافرها هستن که به حالا استارتاپ شما اضافه میشن. به این صورت میتونید هر کدومشون رو جدا جدا تعیین کنید. همونطور که میبینید این قسمت برای تعیین کردن میزان دسترسی هر کدوم از قسمت هایی که اینجا نوشته شده، میزان دسترسیشون رو برای هر کدوم از کاربرا مشخص میکنه. به عنوان مثال دسترسی داشبورد میتونه به صورت ایجاد کردن، آپدیت کردن لیست اونها و مسائل دیگه باشه، یا مثلا دسترسی که برای رانندگان هست، این کاربر بتونه راننده جدید اضافه کنه، بتونه راننده جدید رو آپدیت کنه، لیست رانندگان رو ببینه و اینکه بتونه تایید کنه و یا رد کنه، حالا جزئیاتش رو ببینه و مسائل دیگه. اینکه این منو رو، این در واقع زیر منوی رانندگان رو توی لیست منوهاتون این گوشه داشته باشه، کامنت بذاره، دیلیت کنه، تغییراتی که انجام میشه رو ببینه و مسائل دیگه.
یکی دیگه از حالا مهمترین نقش هایی که میتونید برای هر کدوم از کاربرا تعریف کنید نقش شرکت های حمل و نقله. یعنی شما میتونید با ساختن این نقش به اسم شرکت های حمل و نقل یک یوزر جدید برای این شرکت ها بسازید و امکان در واقع مدیریت ماشین ها و راننده هایی که زیر نظر اون شرکت حمل و نقل کار میکنن رو به این کاربر بدین با این نقش و اون کاربر مشخص شده اون شرکت حمل و نقل میتونه به تمام زیررده های خودش دسترسی داشته باشه و اونها رو مدیریت کنه. امیدوارم که توضیحاتم در رابطه با این 2 قسمت کامل بوده باشه. اگر هر سوالی دارید، پیشنهادی دارید، ما بسیار بسیار خوشحال میشیم که بشنویم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.